بینندگان عزیز، در این زمینه بحث ویژه خواهیم داشت با مهمانان آقای سهیل کاکر، مشاور اداره تدارکات ملی، آقای سید اکرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت، و همچنین آقای غلام سخی، معاون تامینات مادی و تکنیکی و لوجستیک وزارت دفاع ملی. مهمانان عزیز، عرض سلام بر شما، سپاسگزار هستم از حضورتان. بحث را آقای کاکر با شما آغاز میکنیم. در مورد روش تدارکات خیلی مختصر بگوین که چگونه این روند انجام میشه. بسیار زیاد تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه جناب جنرال صاحب، جناب افضلی صاحب و شما، تشکر از اینکه در این برنامه ما را دعوت کردین و تشکری میکنم از گزارش تحقیق. واقعا بسیار زحمت کشیدن همکارا و گزارش را ترتیب کردن. تدارکات طبق قانون 3 روش داره: روش داوطلبی باز، روش داوطلبی مقید و روش داوطلبی منبع واحد، که هر کدام از این روش ها تعبیر و تفسیرش در قانون آمده که در کدام شرایط ادارات میتونن از این روش ها استفاده بکنن. در داوطلبی باز رقابت آزاد از همگی میتونه اشتراک بکنه و مطابق به معیارایی که تعیین میشه به خاطر انتخاب شرکت های داوطلب پروسه پیش میره. داوطلبی مقید در شرایط صورت میگیره که او ظرفیت ما نتونیم داشته باشیم و چند شرکت محدود بتونه این کار انجام بده. حداقلش طبق قانون 5 شرکت است که باید اشتراک بکنن در این پروسه. و منبع واحد طبق حکم قانون در شرایط صورت میگیره که استجالیت وجود داشته باشه، منافع ملی مطرح باشه و یا بسیار یک ضرورت آنی و عاجل در یک مورد باشه که توجیه کنن ادارات که ما میخواهیم از روش منبع واحد استفاده کنیم و یک جنس و یا خدمات و یا کارهای ساختمانی رو تدارک ببینیم. آقای کاکر، در مورد قراردادهای نفت وزارت دفاع ملی از کدام روش کار گرفته شده؟ ما اگر اجازه بدین شما را چندین مرحله در قرارداد نفت وزارت دفاع ملی روی دست گرفته شده بوده. پس از اینکه قرارداد قبلی از طرف حکومت وحدت ملی در آغازین روزهای کار حکومت فسخ شد، از طریق منبع واحد برای مدت 1 ماه قرارداد صورت گرفت تا ای که امو احتیاجات عاجل که هست و نیروهای امنیتی در فصل جنگ و محاربه قرار داشتن اونا ناغه نشد. بعد از او این قرارداد تمدید شد با عین شرکت برای مدت 1 ماه و کمیسیون تدارکات ملی بنابر پیشنهاد وزارت محترم دفاع ملی تصمیم گرفتن که باید روش داوطلبی صورت بگیره. روش داوطلبی مقید روی دست گرفته شد و دلیلش همی بود که طوری که در گزارش هم انعکاس داده شد، اداره سیستیکای حمایت قاطع تمویل کننده از قرارداد می باشن. اینا صرف شرکت های را اجازه میدن که از طرف از اونا تایید شده باشه که پروسه وتینگ میگن. و از ایمیل هم که تذکر رفت که اونا گفتن که ما پیشینه قرارداد را نمیبینیم. پیشینه قرارداد تا پروسه تاییدی فرق میکنه. کارکرد مشابه قراردادی جز شرایط قرارداد می باشه، ولی که اینا از لحاظ امنیتی، از لحاظ استخباراتی و از لحاظ از اینکه شرکت ها همین جنس را که تدارک میبینن از کدام کشورها به اصطلاح او را وارد میکنن، از اون لحاظ شرکت ها را تایید میکنن، بعد معرفی میکنن به پروسه. یعنی در قسمت روش داوطلبی مقید نظر و تصمیم تمویل کننده نقش خود داشته. در دوره اول داوطلبی مقید پروسه به نتیجه ماند. بنابراین باز هم تصمیم بری شد که همون قرارداد که منبع واحد بود برای 6 ماه دیگر هم تمدید شد و پروسه از سر گرفته شد. دور دوم داوطلبی مقید صورت گرفت. قسمی که در گزارش هم انعکاس داده شده که شرکت ها اشتراک کردن و از جمله 6 شرکت از طرف اداره سیستیکای حمایت قاطع تایید شده بود، وت شده بود که در پروسه میتونستن اجازه داشتن که داوطلبی بکنن. بر از اونها اسناد داوطلبی داده شد و در روز داوطلبی صرف 5 شرکت اشتراک کردن. یکی از این شرکت هایی که داوطلبی کردن در لیست سیاه اداره تدارکات ملی قرار داشتن، نظر به تخلف کرده بودن. این طبق قانون خود به خود از پروسه حذف شد. متبقی 4 شرکت که ارزیابی شد، از این 4 شرکت مطابق به معیارایی که در شرطنامه داوطلبی تایید شده بود، شرکت نادان افغانستان و فردوس منیس شرکت برنده شناخته شدند. یک شرکت دیگه هم که در پروسه شریک بود، میهن سیلاب، اینا حیثیت حقوقی شرکت تغییر خورده بود
خود سیستیکا بر ما اطلاع را داد، این معلومات فراهم کرد، برای وزارت دفاع ملی مکتوب داده بودن که شما یک بررسی انجام بدین که حیثیت حقوقی از شرکت چی است. وقتی که هیئت موظف شد، بررسی انجام شد، دیده شد که شرکت واقعا حیثیت حقوقی زیر سوال بوده، بنان او شرکت هم از پروسه حذف شد. باقی مونده شرکتی که فعلا بر وزارت دفاع ملی تیل در این زمینه حرفای وجود داره، این که گونه زمینه سازی شده بود که این شرکت ها در قید زمان نتوانند سندهای خود را به پیش ببرند و این که در دقیقه 90 اطلاع حاصل میشه که اینا در لیست سیاه هستن یا هم مشکلات دیگه داره، این هم سوال برانگیز است. واقعا چی میگین در این زمینه؟ شرکتی که در لیست سیاه بوده در اولین مرحله ارزیابی تثبیت شده. وقتی که آفرها باز میشه میبینن ما شرکت هایی که در لیست سیاه هستن یا محروم هستن در وبسایت اداره ما همه روزه تجدید میشه و همگی میتونن به او دسترسی داشته باشن. بنابراین همکارای ما و همکارای وزارت محترم دفاع ملی زمانی که ارزیابی انجام میتن اولین کاری که میکنن این است که میبینن آیا شرکت در لیست سیاه است یا نه. شرکت سیفی گروپ در لیست سیاه بود و موضوع زمانی مطرح نبود، خود به خود از پروسه حذف شد. دو شرکتی که باقی مونده بود اینا مورد ارزیابی قرار گرفتن و برنده قرارداد شناخته شدن. سپاسگزارم. دوباره به شما برمیگردیم. آقای غلام سخی، شما بیشتر بگوین که واقعا نقش شما چی بود؟ هماهنگی چگونه بود و مواردی که به شما برمیگشت با چه دقت به پیش رفت واقعا؟ به نام خدا. اما تو که آقای پوپل صاحب گفتن اینمی روند تدارکات دو قلم تیل دیزل و پترول مورد نیاز وزارت دفاع در هماهنگی کامل با سه اداره که عبارت از سیستیکا به عنوان دونر اصلی امی پروژه، وزارت دفاع ملی و اداره محترم ملی تدارکات کاملا در هماهنگی با هم دیگر اینمی پروسه را پیش بردن تا که منتج به عقد قرارداد یک ساله وزارت دفاع ملی گردید. در اینجا یک بار دیگر ما میخوایم خط نشان بسازم که فعلا اونمو تو که خواست جامعه بین المللی است و همچنین خواست رهبری حکومت وحدت ملی است در راستای تامین شفافیت در مجموع قراردادهای وزارت دفاع ملی با دونران که حامیان تمویل قراردادهای وزارت دفاع ملی است یک هماهنگی کاملا وجود دارند. در هر تثبیت احتیاجی که وجود داره من جمله در همین قرارداد دو قلم تیل وزارت دفاع ملی هماهنگی خوب وجود داشته و همین قرارداد. سخی، از مصارفتان آمار را با ما در میان بگذارید. این مصارف چگونه بوده؟ در گذشته در چی سطح بوده؟ حالات چگونه است؟ چگونه به پیش رفته؟ این آمار را با ما در میان بگذارید. بسیار خوب. ما میخوایم یک به اصطلاح اتکا بکنم با بعضی از ارقامی که داریم. حجم اخذ تیل ماهوار سهمیت تثبیت میشه با اساس نیازمندی که وجود دارن. وزارت دفاع ملی در دو بخش از تیل مورد نیاز خود را به اصطلاح به مصرف میرسانه. یکی حمایت از عملیات های جاری است و یکی هم در بخش تاسیسات وزارت دفاع ملی عمدتاً با حساب جنراتورهایی که وجود دارد، جنراتورهای دیزلی که نصب شده با کمک همکاران بین المللی قسمت اعظم تیل ما در امی دو بخش به مصرف میرسه. گراف تو یک رقم ثابتی که ماهوار باشه وجود نداره. چرا وجود نداره؟ وابسته با میزان عملیات است. ولی امون احتمالش تا چقدر است؟ حداقل اون که گرفته باشین که در این ماه چقدر بوده، در ماه دیگر چقدر بوده؟ خدمتتان عرض کنم که فعلا خوشبختانه ما در حدود 14 میلیون لیتر تیل در ماه مصرف میکنیم با شمول در امی دو بخش، هم در بخش حمایت از عملیات های جاری و همچنان به خاطر تاسیسات ما که به صورت نرمال کار خود را پیش ببره. هنوز هم فعلا کارهای در جریان است که مکانیزم مصرف تیل را به صورت مؤثر پایینتر بریم و تانسته باشیم و نمو تخصیصی که در این مورد وجود داشته باشه در دیگه بخشای خود او را به مصرف برسانیم. این آمارها در گذشته چگونه بوده؟ آمار مصارف تیل در وزارت دفاع ملی در گذشته چگونه بوده؟ خدمت شما عرض بکنم که آمار
مختلف است. وابستگی باز هم با پذیرفتن مسئولیت امنیتی به نیروهای امنیتی افغان در گذشته ها. قبل از سال 2012 تمام حمایت لوجستیکی اردوی ملی از بودجه غیر اختیاری توسط دوستای نیروهای بین المللی صورت می گرفت. فعلا یک قسمت از این بودجه فعلا در اختیار بودجه اختیاری وزارت دفاع ملی قرار داده شده. با قبول مسئولیت های امنیتی طبعا میزان مصارف ما در سالهای گذشته بلند رفته، اما همین اکنون دو شیوه که ما مد نظر گرفتیم، یکی شیوه های مؤثر لوجستیکی و همچنان نظارت متقابل همکاران سیستریکا، ادارات تفتیش و نظارتی که در داخل وزارت دفاع ملی وجود داره و همچنان نهادهای مصرف کننده. مصرف ما تقریبا اموگراف نزولی خود میپایمد. آقای سخی، شما گفتین که از گذشته کرده مصارفتان امروز بیشتر شده تا حاله، ولی در گزارش آمده که 6 میلیارد افغانی صرفه‌جویی شده. پس در گذشته این پول کجا میرفته؟ ما خدمتتان عرض بکنم که ما مسئول تقریبا در حدود یک و نیم سال میشه که تصدی معاونت تامینات مادی و تکنیکی وزارت دفاع به دوش ماست. از دوره خود خدمتتان عرض بکنم در اون وقت هم میزان فعالیت ها بیشتر بوده. سهم نیروهای امنیتی در فعالیت های مربیوی ما خدمتتان عرض کردم که پیشتر براتون عرض کردم که یک ارقام و یک آمار دقیقی از مصرف تیل ما این وابستگی به فاکتور عملیات ها داره. ولی اگر بحث عملیات ها باشه فراموش نکنیم آقای سخی که عملیات ها بسیار زیاد است. در کندوز جنگ است، در هلمند جنگ دوامداری است که چندین ماه ادامه پیدا کرده. اینا میرسونه که فعالیت های محاربوی حالا هم در سطح بلند است. ما خدمتتان بازم عرض کردم که اونمو شیوه های مؤثر اصل صرفه‌جویی، ارائه راپور با موقع از مصارفات از قطعات و جزنامه‌های اردوی ملی و همچنان گزارشدهی به دونران که به عنوان. پس حالا در گذشته شریک کی است؟ مجرم کی است؟ سوال باید کی پاسخ بده؟ به کی برمیگرده؟ یعنی اینجا پول زیاده به مصرف رسیده. پس شما میگن که یک مدت به شما تازه به این مسئولیت گماشته شدین و در مورد گذشته چیزی نمیدونین، ولی حداقل یافتهای شما در این مدت چی بوده؟ حداقل در گذشته چی کار صورت میگرفته که حالا صورت نمیگیره؟ ما خدمتتان عرض بکنم که از زمانی که ما ایام مسئولیت این پست به عهده گرفتیم شیوه مدیریت هر کس فرق میکنه و ما هماهنگی بیشتر ما که خدمتتان عرض کردم بالاخره ما تانستیم این یک صرفه‌جویی قابل ملاحظه که همطوری که در گزارش شما انعکاس پیدا کرده با بودجه وزارت دفاع ملی با میان میاریم. سپاسگزارم. آقای افضلی، واقعا صرفه‌جویی صورت گرفته یا خیر؟ یک مورد دیگه هم گفتای آقای کاکر است. آقای کاکر میگن که شرکت هایی که در این روند برشان سهم داده شده بود و در قرارداد یعنی در داوطلبی گنجانیده شده بودند و یعنی مناسب شناخته شده بودند، واقعا همه شرایط را گذشتانده بودند، در موردشان بررسی صورت گرفته بود تا اینکه اینا انتخاب شدن. چی میگن شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما بینندگان و مهمانان ناظر در بحث. ببینید چند مشکل اساسی در گذشته وجود داشت. به خاطر از موی امروز دوست ما وزارت دفاع نمیتونن حتی ارقام را بر ما ارائه بکنن که وضعیت چگونه بود، چقدر مصرف داشتیم، فعلا چقدر مصرف داریم، ماهانه چقدر مصرف داریم، سالانه چقدر مصرف داریم و در گذشته چقدر بود، این چقدر مصرف ما پایین رفته یا بالا رفته و تمام قیمتی که در گذشته گرفته شده بود فعلا گرفته شده، همه از گنگ از بر اومد. دلیل اساسی از این است که شفافیت در پروسه واقعا زیر سوال است، خصوصا در سطح وزارت دفاع. موضوع دوم که بسیار مهم است تفتیش داخلی است. شما یک گزارش وزارت دفاع را پیدا کردن نمیتونین که در این موارد ذکر باشه. تفتیش داخلی یعنی چی باز؟ به خاطر چی است تفتیش داخلی که وقت نتونن که مشکلات پیدا بکنن، وقت نتونن که در تمام پروسه که سوء استفاده میشه اینا را برملا کرده بتونن. یگانه کار که صورت گرفته نظارت بیرونی است و اون کمیسیون تدارکات ملی است که مطمئن میسازن خدا که کار مطابق
قانون پیش میره. اما باید از یاد نکشیم که قبل از اینکه اسناد به کمیسیون تدارکات ملی و اداره تدارکات ملی میرسه، یک سلسله طولانی را طی میکنه که در اینجا هم خطر بسیار جدی فساد وجود داره. به خاطر از اینکه امو شبکه‌های فساد هنوز هم قوی هستند. شبکه‌های فساد که در گذشته قراردادها را میگرفتن و حتی از تمام مراحل اینا دست داشتن. در تثبیت احتیاج اینا دست داشتن که درست تثبیت نمیشد. بالاخره وقتی که امو مواد ارائه میکردن، در کیفیت از او و در مقدار از او، اینجا خطر از است که فساد صورت بگیره و گرفته در گذشته و بالاخره در توزیع و در مصرف از هم فساد وجود داشته. یعنی در تمام مراحل شما اگر ببینین امکان وقوع فساد است و به خاطر از اینکه شفافیت وجود نداشته و این مسئله نیست که اینا بخوان که شفافیت وجود داشته باشه اما اینا ندانستن که شفافیت مهم است و شفافیت وجود داشته باشه. چی بوده؟ کار اتفاقی نیست. یعنی کار واضح. سوالم همین است که هیچ امکان نداره که چند سال همین گونه به پیش بره. شبکه‌های مافیایی وزارت دفاع قراردادش در اختیار خود داشتن و خطر از این هم است که هنوز هم این شبکه‌های مافیایی به حد تاثیرگذار باشن که وقتی گپ به تدارکات ملی میرسه اینا بتونن که دیگر شرکت‌ها را اینا پس کنن. حتی امکان از این است که خارجی‌ها دست داشته باشن. سیستیکا مثلا حکومت مجبور می‌سازه به اینکه یک پروسه مقید تدارکات را داشته باشن. فقط چند شرکت اینا اجازه میدن که بیان اینا داوطلبی شرکت بکنن. یعنی به خاطر چی چند شرکت اجازه داده میشه؟ چرا مثلا خارجا به این حد مداخله میکنن که فقط اجازه میدن که چند شرکت را که دلخواه از اینا است اونا در پروسه اشتراک بکنن و دیگه شرکت‌ها اجازه داده شما درست از یک فساد سیستماتیک خبر میتین که حتی تا اداره تدارکات ملی هم رسیده باشه؟ خب تدارکات ملی من فکر میکنم که کار را که اینا انجام میدن این است که میبینن که پروسه آیا مطابق قانون پیش رفته یا نه. بعض وقتا میشه که پروسه مطابق قانون پیش رفته باشه اما در اینجا امکان وقوع فساد باز هم است. قبل از اینکه به اینا میرسه شما اگر مثلا در وزارت داخله مثلا این مشکل وجود داره که چندین شرکت است به نام یک نفر است، یعنی شرکت اصلا از یک نفر است و مثلا چندین شرکت داره و این وقتی که اینا وقتی اسناد ارائه میکنن به نام 10 شرکتی را ارائه میکنن. هر شرکتی که برنده شوه فردی که این شرکت ها را داره مالک اصلیش است او برنده از آخر روز. اصلا برش هیچ تفاوت است که شرکت A یا B یا C یا کدام شرکت از برنده میشه. سیستم انحصاری وجود داره، یعنی با خاطر جمع کسی که میخواد انجام بده و قرارداد را به دست بیاره میتونه به هر روشی که بخواد به قرارداد دلخواهش برسه. امکان از این وجود داره. هنوز هم در گذشته اصلا کنترل نبود. امروز خوب است که یک نظارت بیرونی ایجاد شده. این که تدارکات ملی اشاره میکنه که 5 شرکت که داوطلب بودن حاضر شدن اینا در موردشان بررسی صورت گرفت تا اینکه شرکت های مناسب انتخاب شدن. در این زمینه واقعا فکر میکنین که شفافیت کامل در نظر گرفته شده باشه؟ تا جایی که ما اطلاع داریم شرکت ها را تدارکات ملی انتخاب نکرده که کدام شرکت ها باید این پروسه مقید تدارکات اشتراک بکنن. این شرکت ها را سیستیکا انتخاب کرده، خارجی انتخاب کرده و اینجا واقعا سوالای بسیار جدی به میان میاد. حالا بالاخره تصمیم میگیرن که قرارداد را از طریق حکومت افغانستان پیش نبرن و خود از اینا از طریق بودجه افغانستان نه بلکه مستقیما این قرارداد را داشته باشن و تیل خودشان قرارداد بکنن بالاخره به مصرف برسه که واقعا سوالای زیاد دیگر به میان میاره. یعنی چرا تا امروز که شرکت هایی که مربوط میشه به افراد زورمند و زورگوی و اینا تا امروز قراردادها را به زور و به این مافیایی شکل مافیایی گرفتن و تا امروز دسترس خود داشتن، امروز که یک اندازه کنترل ایجاد میشه در اینجا مداخله صورت میگیره و میگن که اصلا باید از طریق حکومت افغانستان صورت نگیرد. تا چه وقت ما حتی قراردادهای تیل خود را از طریق خارجی ها پیش ببریم؟ ولی تا گفتا این است که اینا کمک کننده هستند، تمویل کننده هستند و باید در هماهنگی با اونا به پیش بره این روند. درست در هماهنگی باید پیش بره اما اونا باید که قیودات وضع نکنن. اونا باید بانن پروسه را به شکل درست رقابتی پیش بره. تا امروز که بازار افغانستان دست مافیا است به خاطر از این است که به همین شکل اینا قراردادها را گرفتن. خارجی ها هم اصلا پشت از این نگشتن که واقعا همین کسی که قرارداد را میگیره این چقدر در مسائل جرمی دست داره، چقدر شبکه‌های جرمی را حمایت میکنن. این خو یک شبکه یک فرد دو فرد یک شرکت نیست که امکان داره از لحاظ استخباراتی و موضوعات دیگر اینا بررسی خود را انجام بدن در این زمینه. اما این باید واضح باشه، حکومت افغانستان باید در جریان از این باشه.
حکومت افغانستان هم باید بدانه که به اساس چی شرکت ها انتخاب میشه. آیا واقعا به اساس ضرورت است و یا هم به اساس ازی است که چند نفر که دلخواه از اونها است به اساس روابط و به اساس فسادی انتخاب میشه. میمانان عزیز شما را داریم، با خود این بحث هم ادامه خواهد داشت. آقای کاکر، بسیاری هم این گونه ادعا میکنند که وقتی که به خاطر قرارداد به وزارت دفاع مراجعه میکنند یا هم مراجع دیگری که یعنی بتونن سهم بگیرن، اصلا به اونا کس فرصت نمیده. از واسطه و وسیله و موجودیت فساد و شناخت آشنایی این موارد گرفته تا صد مشکل دیگه است که صد این کمپانی‌ها و این شرکت‌های میشن که میخوان در این پروسه تدارکات و دیگر پروسه داخل شوند. واقعا فکر نمیکنین که این مورد در بحث قراردادهای نفت وزارت دفاع ملی هم تاثیر داشته؟ تشکر. بسیار یک موضوع مهم شما اشاره کردین. وضعیت فعلا تغییر کرده. واقعا که قراردادی ها شکایت داشتن که اصلا در گذشته امکان ازی بسیار کم بوده که اینا میتونستن برن به پروژه وزارت دفاع ملی و یا هم وزارت امور داخله اشتراک بکنن. ولی از زمانی که اداره تدارکات ملی به وجود آمده و کمیسیون تدارکات ملی به وجود آمده، این شرایط تغییر کرده، بهتر شده. مثالای زنده و واقعی من خدمتتان میتونم عرض بکنم که در داوطلبی های وزارت امور داخله زمانی که اداره تدارکات ملی پروسه را تسهیل میکنند، حدود 150 شرکت میتونه بیان اسناد داوطلبی را بگیرن و این عملا نمی کار شده و از اون جمله بیشتر از 30 شرکت در داوطلبی تونسته اشتراک بکنه و خود سکتور خصوصی را برای ما گفتن که این بی سابقه است. این روزانه آقای افضلی اشاره کردن که موجودیت فساد یک موضوع بسیار مهم است و درباره‌اش هم گفتن که حتی این فساد به گونه بسیار پیشرفته و پیچیده و سیستماتیک اجرا میشه. یعنی در مورد خود سیستیکا تا انتقاد کردن که محدود ساختن و این روند نمیگذاره تا بیشتر شرکت ها در قراردادها سهم داشته باشند. مشخصا در مورد قراردادهای نفت وزارت دفاع ملی واقعا این گونه بوده؟ یعنی آسیب پذیری این فساد تا اونجا رسیده؟ خب اگر فساد وجود نمی داشت، رئیس جمهور افغانستان، رئیس اجرایی افغانستان، معاون دوم مقام عالی ریاست جمهوری با وزرای کلیدی کابینه هفته 4 ساعت 5 ساعت خود وقف از این پروسه نمی کردن. به می که کمیسیون تدارکات ملی با ریاست رئیس جمهور به وجود آمده، به می که اداره تدارکات ملی در چارچوب ریاست عمومی اداره امور به وجود آمده، دلیلش همین است که میخوایم کنترل بکنیم، میخوایم علیه فساد مبارزه کنیم، میخوایم که دست مافیا را کوتاه بکنیم و شرایط هم تغییر کرده. در این 18 ماهی که این دو نهاد فعالیت داره و نظارت به وجود آمده، واقعا ما مثالایی داریم که شفافیت بیشتر شده. آقای کاکر، همین که شما اشاره میکنین که شرایط تغییر کرده، دست مافیا را کوتاه ساختیم، مشخص بسازین حداقل چی کاری صورت گرفته؟ واقعا بسیاری حتی در مورد کار خود نهاد تدارکات هم شک دارن، میگن که اینجا اصلا معلوم نیست که چی میگذره. در موردش بسیارا میگن خب فقط در این زمینه این کارا صورت گرفت اما جزئیاتش هیچ خبری نیست. خب افواهات از سوی افراد مشغولیه نمیتونه تثبیت کنه که نهاد تدارکات مشکل داره یا کمیسیون مشکل داره. اگر چنین می بود در گزارش شما هم گفته شد که سند دریافت نشد. مشخصا این قرارداد که تمرکز بحث بالایش است، ولی من خدمتتون را عرض بکنم که مثالای واقعی داریم. چند قبل یکی از مقامای ارشد وزارت امور داخله بالفعل دستگیر شدن که میخواستن به فساد دست بزنن و به خاطر یکی از قراردادها رشوه بگیرن. رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس بروکسل به عنوان یک مثال یاد کرد. از این قبیل ما همی که پروسه ها را بررسی میکنیم که آیا طبق قانون صورت گرفته و یا نگرفته. 83 شرکت که تخلف کرده بودن، جعل کرده بودن در طی 18 ماه از سوی اداره ما بررسی میشن و به لیست سیاه میان. یکی از مثالایی است که میتونه نشاندهی خوبی از اراده قوی به خاطر مبارزه علیه فساد و کارکرد سیستیکا چی میخواین بگین؟ واقعا فکر میکنین که این آدم به گونه درست کار خود انجام میده و در اونجا فساد وجود نداره و عملکردش باعث محدود شدن و صد نمیشه بر اشتراک نکردن و یا هم سهم نگرفتن دیگر شرکت ها در این چنین قراردادها؟ ببینید، سیستیکا یکی از حامیان و تمویل کنندگان بزرگ حکومت افغانستان هستند، به خصوص از وزارت دفاع ملی و وزارت امور داخله. ما هیچ وقتی اداره کردن نمیتونیم
تا اینکه اسناد موثق وجود داشته باشه که در سیستیکا هم فساد وجود داره. این که اونا شرکت ها را تایید میکنن یا وت میکنن یک چیز است که طبق مقررات و پالیسی خودشون پیش میره. و من خدمتتان عرض کردم که دخالت از اونا من حیث تمویل کننده همین است که گویا با کشورهایی که اینا مشکل سیاسی دارن شرکت ها رابطه نداشته باشن، شرکت ها با گروه های تروریستی رابطه نداشته باشن و یا است که شرکت ها قبلا کدام مشکل دیگه سیاسی یا امنیتی نداشته باشن. ولی مهم بر شما چی است؟ این که سیستیکا یک شرکت را تایید کنه اما بر شما قابل قبول است؟ نه خیر نه. ولی وقتی که این گونه نیست و بررسی های دیگه باید صورت بگیره، به دو شرکتی که این قرارداد داده شده در بعد دیده میشه که کارنامه‌شان متفاوت است به چیزی که اینا ادعا کردن. خب امروز شرکت ها به وزارت دفاع ملی به طور روزمره تیل میرسانن. تنهایی که سیستیکا چند شرکت معرفی میکنه ما به او اکتفا نمیکنیم. اداره تدارکات ملی، کمیسیون تدارکات ملی و خود وزارت دفاع ملی به خاطر ارزیابی داوطلب برنده معیار داره. توانایی مالی، تجربه مشابه، تجربه تکنیکی، داشتن وسایل همه این معیارهایی است که در طبق قانون در ارزیابی مد نظر گرفته میشه. ولی اینکه بعداً دیده میشه که اینا یک چیز ادعا کردن ولی در گذشته کارنامه‌شان فرق داشته با چیزی را گفتن، این چی را میرسونه؟ خب اگر من بر شما مثال بتم، شرکتی که فعلا به وزارت دفاع ملی تیل میرسونه، همین قرارداد داره که فعلا داره، سال گذشته همین کارا میکرده. اگر مشکل در تجربهش وجود داشته باشه، اگر مشکلی که در دیگر میارا وجود داشته باشه، این باید موفق نبود. امروز وزارت دفاع ملی در شرایط سخت جنگ نیروهای امنیتی مقرر داره و اینا بر از اونا اکمالات میکنن و این ارزیابی صورت گرفته. آنچه که در گزارش شما ذکر شده بود که از طرف اداره تدارکات ملی بعضی از نواقص در مکتوب انعکاس داده شده با وزارت دفاع ملی، این یک کار معمولی ماست با تمام نهادها. زمانی که راپور ارزیابی از وزارت‌ها و نهادها بر ما میرسه، ما این مکلفیت مذکور بررسی کنیم و ملاحظات خود به توجه اداره مربوطه برسانیم. اگر راپور ارزیابی طبق شرایط صورت گرفته بود کدام مشکلی وجود نداره. اگر طبق شرایط صورت نگرفته بود به توجهشون رسانده میشه که شما این اسناد تکمیل بکنید. ولی اینکه نام رئیسش فرق میکنه، دارایی‌اش ارقام متفاوت میرسونه، اینا چی؟ خب ما امیل لایسنس و جوازی که از طرف اداره ایسا برای دو شرکت داده شده دارم، میشه که قرارداد مکمل خدمت شما در اختیار شما قرار بدیم. بخش اعظم از گزارشی که تلویزیون شما ترتیب کرده بودن و ما هم وضاحت‌های خود در مصاحبه خود در همون گزارش فراهم کردیم، راپور است که از وبسایت خود اداره ما گرفته شده. به این معنا است که ما در قسمت دسترسی به معلومات و در روشنایی قرار دادن معلومات کوشش خود میکنیم. آنچه که جناب افضلی صاحب به او اشاره کردن هویت اصلی شرکای شرکت ها است. در این جای شک نیست که در گذشته شرکت هایی که ایجاد شده و جواز گرفتن، اینا طبعا یک تعدادشان به زورمندان تعلق داشتن، یک تعدادشان به مقامات دولتی تعلق داشتن. کوره هم در کنفرانس لندن حکومت افغانستان تعهد کردند که ما همو بنفیشل اونرشیپ یا هویت اصلی شرکا را رویش کار میکنیم که کسی که شرکت میسازه و به قرارداد داوطلبی میکنه باید معلوم شود که واقعا همو مستفید شوندهش کی است. کی وظیفه وزارت تجارت است که بالاش کار کنه. شما آقای سخی، در گذشته آقای افضلی میگه که تا یک نظم وجود نداشته در وزارت دفاع ملی که چگونه به مصرف میرسه. واقعا پاسخدهش کی باید باشه؟ فکر نمیکنین که در مورد گذشته باید اقدامات جدی صورت بگیره و معلوم شود که در کجای کار مشکل وجود داشته و همچنان آمادگی شما چی است که تجارب گذشته و فسادی که در گذشته وجود داشته و اینکه اصلا هر کس هر چی میخواست انجام بده یک بار دیگر در حال تکرار نشه؟ تشکر. بازم خدمتتون تکرار میکنم که هر کس مسئول از مایه کارکردگی خود است، نظارت و همچنان تفتیش. طبعا هر کس پاسخدهی است در مقابل قانون، در مقابل کارکردگی خود. من هم منعیس تصدی امور در می زمانی که در می وظیفه میکنم. آقای سخی، حالا بحثی نمی است که آقای افضلی هم اشاره کردن که مشکل وجود داره، فساد وجود داره. حالا می برنامه مشخص شما چی است که جلو و دست این فساد پیشگان را بگیرین و نگذارین که یک بار دیگر مثل گذشته اینا تسلط داشته باشن و آنچه که بخواین انجام بدن؟ ما یک بار دیگر از می تلویزیون براتون اطمینان میتونم که اصلاحات گسترده با خاطر آوردن شفافیت در روند تدارکاتی وزارت دفاع
به اصطلاح اتخاذ شده و ما خصوصا با همین دو اداره که خدمتتان یادآوری کردم، سیستیکا منعیس دونر اصلی و همچنان که اعتمادی از زیاره به خاطر تداوم حمایت مالی از روند تدارکاتی وزارت دفاع کسب کنیم و همچنان با اداره محترم تدارکات یک آمادگی کامل داریم. ما یک مثال براتون میگم، یک مثال به خاطر براتون میگم، به خاطر از اینکه اعتمادی از زیاره جلب کنیم از دونر، ما دو مکانیزم بسیار خوب جور کردیم. در هر هفته هر نیازمندی که از طرف نهادهای مصرفی وزارت دفاع ارائه میشه، ما یک مجلس داریم به نام ارزیابی تثبیت احتیاج فی واحد تثبیت احتیاج با دوستان دونر، اداره سیگار اما آقای سخی بارمند دستین که از این عملکردهایی که شما اشاره میکنین و اطمینان میتین که جلوی فساد را میگیره حمایت میشین، یعنی حداقل حمایت سیاسی را هم شما با خود دارین با توجه به مشکلاتی که در رأس حکومت وحدت ملی افغانستان هم وجود داره در این زمینه؟ ما بازم خدمتتان ما افتخار داریم که حمایت رهبری حکومت وحدت ملی را با خود داشتیم. از می تصرفات بی سابقه که در وزارت دفاع ملی صورت گرفته همیشه مورد نوازش و مورد تقدیر قرار گرفتیم. امسال در تصرفاتی که صرف در قراردادهای مواد حشوی صورت گرفته ما تانستیم یک پول انگفتی را تصرف بکنیم. یک مثال زنده از می تصرفاتی که در وزارت دفاع ملی صورت گرفته، یک هزینه را در موافقت با دونر با عنوان یک معاش بخششی برای از بریدمن از عسکر گرفته تا افسران بلند رتبه امسال برایشان تهیه میشه. سخی حالا یک موضوع بر مردم افغانستان بسیار مهم است و میخوایم بفهمند. شما تاکید بیشترتان این است که تازه به این سمت آمدین و زمانی که کار کردین پاسخده هستین و جواب میدین، اما همین گذشته را کی باید جوابش بده؟ کی مقصر است و از این جناح سیاسی کی دخیل است؟ دست کی است که مستقیما حمایت میکرده؟ به کی برمیگرده؟ شما تا حال بررسی را در این زمینه انجام دادین یا نه؟ حداقل دوسیه و پرونده‌ای را در مورد گذشته ترتیب دادین، رویش بررسی را انجام دادین یا ندادین؟ آقای افضلی گفتن که تفتیش داخلی حتی کار خود به گونه درست در گذشته انجام نمیداده. تشکر. ما با احترام به نظر جناب افضلی صاحب امیر خدمتتان عرض بکنم که اداره تفتیش وزارت دفاع ملی خوشبختانه و همچنان ادارات کشفی وزارت دفاع ملی در راستای ریشه‌کن ساختن فساد کارهای نهایت عالی را اجرا کرده. مثلا فعلا هیئت تفتیش ما که در قلوردوی 215 رفتن یافته های خوبی را برای رهبری وزارت دفاع ملی آورده که شما حتما در جریان قرار خواهد بگیرید. حالا به وضاحت بتین چی کار انجام دادن؟ مشخصا در این قلوردویی که شما میگین رفتن چی کار کردن؟ ریاست های تفتیش ما یا ادارات نظارت کننده ما همیشه با تفتیش های روتین خود ما شخصا برایتان اطمینان میتونم که همین نظارت است که باعث اصلاحات در اردوی ملی افغانستان گردیده. همین نظارت و پاسخدهی است که باعث تصرفات گردیده. در هر قرارداد ما ادارات حقوقی ما ریاست داریم به نام ریاست حقوقی وزارت دفاع که اونا از تمام روند تدارکاتی وزارت دفاع ملی نظارت میکنه. ولی در حال حاضر هم آقای سخی فراموش نکنیم که گزارشات و خبرهای این گونه وجود داره که در این زمینه کندی وجود داره. روغنیات و تیل و نفت نیروهای امنیتی به وقت برشان نمیرسه. حتی یکی از دلایل سقوط کندوز هم در گذشته این موضوع خوانده شده بود. برای سربازی که در جنگ از همین گونه برش مواد لازم نمیرسه، حتی مواد نفتی شما به فروش میرسه از جانب کسانی. این بحثا و نداء چگونه است؟ تشکر. خدمتتان عرض کنم که در همی ایام 1.5 سال در قسمت تیل ما کدام مشکلی نداریم. در قسمت مواد حشوی ما در اون نقاطی که با تهدید بلند مواجه هستند 6 ماه حتی در حدود 9 ماه در نقاطی که تهدیدات بلند دارند ما مواد حشوی را قبل برشان اکمال کردیم و همچنان در قسمت مهمات واقعا بودجه‌ای که از طرف دونر برای ما داده میشه
این یکی محدودیت خود داره. دونرها یکی از عواملی که ما فعلا مثلا در قسمت مهمات طبعا بودجه است که امسال در آمنگی به دونر خود کوشش عظیمی میکنیم که تا میزان بودجه و تخصیص به خاطر مهمات از شما این گونه برداشت میشه که شما میگین که مشکل وجود داره، مشکلات دامنگیر است، این مشکلات همه روزا آسیبایش بر جا میرسه، ولی شما هم تلاش میکنین که اینا را مهار کنین و کاهش بدین و در راستای حل مشکلات هم تلاش کنین. همین گونه است؟ اراده بسیار قوی وجود داره در رهبری وزارت دفاع ملی و استر در چیز وزارت دفاع ملی. سرباز وطن که شهادت میده اونا اولاد امی وطن هستند، اولاد امی وطن هستند و وظیفه ما است که شب و روز زندگی خود وقت بکنیم، تمام مسائل به خرج بردیم که تا در بهبود وضعیت معیشتی سربازان، بریدمنان و افسران خود کوشش بکنیم و در این راستا ما شریفانه برتن بگویم اقدامات نهایت خوبی صورت گرفته است. آقای سخی شما. آقای افضلی به شما برگشتیم. حرفای آقای کاکر و آقای سخیر شما شنیدین. مطمئن هستین که واقعا این گونه است؟ ببین من قبلا گفتم امو مثلثی که میتونه با فساد مبارزه بکنه، از یک طرف شفافیت، از طرف دیگه تفتیش داخلی و از طرف دیگه تفتیش بیرونی. در این مثلث ما هر سه زیر در گذشته نداشتیم. شفافیت وجود نداشت، اصلا کس در مورد قرارداد وزارت دفاع صحبت نمیکرد. شما یک گزارش دارین در گذشته در مورد وزارت دفاع؟ نداشتیم. هیچ اصلا صحبت نمیشد به خاطر از اینکه همه چیز در خفا بود، همه چیز در تاریکی بود. امروز این وضعیت است که امی دوسیه برملا شده، امی پرونده همه در موردش صحبت میکنه. یک کم شفافیت به میان آمده، اما تا حدی که شفافیت باشه مثلا تمام قراردادها باید به نشر برسه، این کار نشده. اما آقای افضلی فراموش نکنیم که سیگر امروزه آواز خود را از موجودیت فساد در نهادهای امنیتی افغانستان بلند میکنه. حکومت افغانستان در نشست بروکسل تعهد سپرده که در برابر فساد مبارزه میکنه و مبارزه با فساد در صدر کارش قرار داره. حالا واقعا حکومت افغانستان میتونه که این وعده‌ای را که سپرد عملی بسازه و کمک‌های دوامدار جامعه جهانی را با این عملکردهایی که داره جلب کنه؟ امکان داره، اما باید چی کنن؟ من به می سه موضوع خود میام. در گذشته تفتیش داخلی اصلا به نام یک چیز بود، فعلا همین به نام وجود داره. یگانه تغییر اساسی که آمده نظارت بیرونی است و او هم امو تدارکات ملی و اداره تدارکات ملی و کمیسیون تدارکات ملی است. اما این کفایت نمیکنه. شما اگر در این مثلث زلش شما ارزش نداشته باشین، این مثلث نمیتونه که واقعا در مقابل فساد کارا باشه. به خاطر از اینکه اگر شفافیت وجود نداشت، مسائل بسیار مهم دیگه میتونه به میان بیاد که اصلا نظارت بیرونی رو بی معنا بسازه. نظارت داخلی اگر به شکل درست وجود نداشت، نظارت بیرونی نمیتونه که همه چیز رو. شما ببینید تیل وقتی میاد تدارکات ملی خو نمیبینه که چقدر تیل آمد، درست؟ و چقدر تیل توزیع شد، کی چقدر مصرف کرد. این کار تفتیش داخلی است. شما یک گزارش نمیتونین بگین. ما دوست وزارت دفاع میگن که اقدامات خوب میشه. این تمامش وعده های با کمال احترام که به اینا دارم، وعده های خالی از به مردم افغانستان. ما باید محتوا داشته باشیم در صحبت های خود. کدام ارقام بر مردم افغانستان داده میشه؟ نمیتونن گفته میاله که چقدر مصرف داریم ماهانه، نمیتونن گفته چقدر مصرف سالانه داریم، نمیتونن گفته چقدر ما در گذشته مصرف داشتیم. با چرا این تفاوت است؟ شما پیشتر سوال کردید اما جواب نگرفتیم. ما مسئله اسناد است. چند قرارداد نشر شده؟ امی قرارداد که فعلی باز شده نشر نشده داره. اگر چه اداره تدارکات ملی با ما وعده سپردن که اینا بالای سیستم کار میکنن که قراردادها باید نشر شود، اما قراردادها نشر نمیشه. امروز ما نمیفهمیم که چی است در قراردادها، واقعا به کدام شرایطی قرارداد صورت گرفته و بالاخره تطبیق از نظارت درست نمیشه که آیا چیزی که در قرارداد است اون چیز در عمل هم واقعا تطبیق میشه یا نمیشه. بر ما مثلا گفته میشه که ما صرفه‌جویی کردیم، اما این صرفه‌جویی نیاز به شفافیت داره. ما وقتی صرفه‌جویی را قبول میکنیم که به میان آمده که وقتی واقعا ما ببینیم که ارقام را داشته باشیم، اسناد را داشته باشیم و این خود ما ثابت کردیم واقعا صرفه‌جویی صورت گرفته. شما اشاره کردین که معلومات کافی در دسترس کسی قرار داده نمیشه، فقط اعلان میشه که این قرارداد با این شرکت و با این نهاد صورت گرفت. حالا حرفای دیگه وجود داره، این که خود رئیس جمهور این روند را قبضه کرده و خودش است که هر آن چی که تصمیم میخواد بگیره. واقعا این چگونه است؟ من در این شک ندارم که رئیس جمهور میخواد واقعا با فساد مبارزه صورت بگیرد و واقعا مثل قبلا گفتم اصلا در مورد از این مسائل در 14 سال گذشته کس دیگه صحبت نمیکرد. با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی این مسئله پرونده وزارت دفاع به میان آمد. اگر نه 14 سال
این چورو که روان بود، این مافیایی که قراردادها رو گرفته بود دست خود داشتن. امروز که تغییر آمده، امروز که در مورد صحبت میشه، من فکر میکنم که یک نقش بسیار مهم را کمیسیون تدارکات ملی داشته که این مسائل بالاخره برملا شود، در مورد این صحبت صورت بگیره. اما این کافی نیست. ما یک قدم مهم را در یک راه مهم ماندیم، اما یک راه بسیار طولانی را پیش روی خود داریم که باید خب شما تاکیدتان این است که امین یک اقدام صورت گرفته. فکر میکنید تنها یک اقدام کافی است یا اینکه این روند از جانب تدارکات چگونه به پیش میره؟ مردم افغانستان میخواد بفهمه. شما خودتان هم گفتین که معلومات کافی در دسترس قرار نمیگیره. پس مردم چگونه بالای خود تدارکات اعتماد کنند؟ من فکر میکنم مسئله شفافیت بسیار مهم است. چیزی را که با ما اداره تدارکات ملی در گذشته هم قبول کردن و فعلا هم امر ما یک تفاهم نامه را امضا کردن، این است که ما اینا رو کمک بکنیم که مسئله شفافیت را بیشتر مطرح بکنن و قراردادها را به نشر بسپارن. نه تنها قراردادها را، تمام اسنادی که مربوط قرارداد میشه، حتی گزارش‌های تطبیق پروژه ها، این هم باید به نشر برسه. ارقام باید به نشر برسه. یعنی تنها کفایت نمیکنه که شما چند تا سند را در وبسایت بارین و بالاخره تمام همه چیز. شما باید ارقام از تمام خود قرارداد، از تطبیق از او، از تمام گزارش‌ها به شکل باید بگذارین که قابل تحلیل باشه. یعنی ما بتونیم از طریق امو پروگرام‌های کامپیوتری ما بسیار با آسانی تحلیل بکنیم و بالاخره از این ما وضعیت را واضح‌تر بسازیم که چی میگذره. اما شکایت‌هایی که از زبان رئیس اجرایی شنیده میشد و گونی هم اشاره میکرد که در مورد قراردادهایی که با نزدیکان رئیس جمهور صورت میگیره با خبر است، این حرفا را در نظر گرفته در مورد خود تدارکات چی فکر میکنین؟ واقعا شفافیت لازم در خود کمیسیون تدارکات وجود داره؟ من فکر میکنم تا حدی که شفافیت لازم است که وجود داشته باشه این نداره. و این باعث شده که همین قسم صحبت ها شوه و هر کس بیا. ما به تدارکات ملی رو در گذشته گفتیم که اگر اینا واقعا میخوان که اعتماد مردم رو داشته باشن بالای خود و چیزی که میگن واقعا مردم بالای زو اعتماد بکنه، نیاز است که شفافیت بیشتر ایجاد شود. قراردادها باید نشر شود و اسناد مربوط قراردادها باید نشر شود، ارقام باید نشر شود تا بالاخره مردم خودشون بتونن برای خود حقیقت یابی بکنن. در غیر از او در خفا هر کسی که در مقابل از اینا چیزی بگه، به طرفداری از اینا چیزی بگه یا به هم به ضد از اینا چیزی بگه، ما نمیتونیم واقعا که تفکیک بکنیم که حقیقت چی است. بنابراین شفافیت لازم است که باید در کار ایجاد شود. و وقت رئیس اجرایی افغانستان میگه که همچین مشکلات وجود دارد، واقعا این مسئولیت از اوناست که این رو باید برملا بکنن، اسناد رو باید بکشن، این رو باید ثابت کنن. اگر ثابت کنن، یا خدمت بزرگ ملی را اینا انجام داده خواهد بدن، به خاطر از اینکه این هم شعار را که رئیس جمهور میگه، این هم وعده های را که رئیس جمهور میگه، همه از این باز دروغ خواهد بود و بالاخره به مردم ثابت خواهد شد. و اگر این ثابت نکنه، من فکر میکنم واقعا این درست نیست که مردم افغانستان را ما به این شکل به خاطر منافع سیاسی خود در خلای معلومات قرار بدیم و از این خلای معلومات ما استفاده بکنیم، از آن مغشوش بسازیم. یعنی هر دو طرف از این، حالا من فکر میکنم که توپ در طرف آقای رئیس اجرایی است و اینا رو باید ثابت کنن. آقای کاکر، خیلی کوتاه، فرصت واقعا تمام است. به خاطر این که مردم بالای روند کاری شما اعتماد کنن و اینم که جزئیات را با کس در میان نمیگذارن، چی کارهای لازم و چی برنامه موثر روی دست دارین؟ خیلی کوتاه بگوین. تدارکات الکترونیکی فعلا مطالعات جریان داره، ما همه چیز آنلاین میسازیم. اگر خداوند توفیق بده و بسترش مناسب باشه، همین مطالعات نشان بده و قانونی که لازم است به خاطر همین استفاده تکنولوژی پاس شود، ما حاضر هستیم که تدارکات الکترونیکی رو در افغانستان ایجاد کنیم. و تنها نشر قراردادانی جناب افضلی صاحب درست فرمودن، تمام پروسه تدارکات آنلاین میشه و همگی میتونن به معلومات دسترسی داشته باشن. همکنون اداره تدارکات ملی تا 18 ما بیشترین معلومات را که حتی الوست تونسته در اختیار قرار داده. ناظرین میان در جلسه کمیسیون حضور داشته باشن و گزارش‌ها میرسه. یک نکته دیگر هم اگه اجازه بدین که من از شما تقاضا کنم که اگر یک برنامه مشخص در ریفرم تدارکات شما تنظیم بکنین که ما بیایم خدمتتون بیشتر معلومات بدیم که ما چی کارا رو روی دست شما هم کاری لازم را با ما انجام بدین، این کار صورت خواهد گرفت. شما و آقای سخی، فرصت تمام از، خیلی کوتاه بگوین به مردم افغانستان چی اطمینان میتین و چی برنامه مشخص دارین که فساد گسترده گذشته دیگه تکرار نخواهد شد؟ تشکر. ما منایس یکی از اراکین وزارت دفاع ملی به مردم خود، به ملت خود اطمینان میدم که جیب خود و جیب بیت المال فرق کردیم. سپاسگزار هستم. آقای غلام سخی، معاون تامینات مادی و تکنیکی و لوجستیک وزارت دفاع ملی، آقای سهیل کاکر، مشاور اداره تدارکات ملی و سید اکرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت افغانستان که با ما بودین. سپاسگزار هستم از شما.